زنک مردم ده یگان گپی ملایم یگان گپی شیرین گفتن در کار آخی. چی خیلی ملایم؟ آخی چی خیلی مطور یاد بتون مثلا گوش کن مرا همین میری پیش زنک بگی که ای جان تو میدونی که من اگر 2 دیل 3 دیل میداشتم هر سش برای تو میزد. وو با گفتی تو معقول میشه. ما چند کسا گفتگیم این همیده ما گفتم هم معقول شد که دیدی چی خیلی دوستم داشتم. خیلی گوش کن اگر باور نکنی کو خیلی رفته برای یکون که از بسنج. کی باشه چی میگی؟ اوه جیگر ایره صدقه. کورچه از یادم بر اومد. گرگالی تو را گفته استایی کسی باشه؟ چی مرا یک یکم رفیقی نزدیک کنده باشه. ها؟ هوه مرا گفته استایی. الو ای جون چی پای قبه مرشدی یا برزنگ نمیزنی؟ اوخی کورون بسیار شدگی های. برای چی آوازات دیگه های؟ تو جهانگیر نستی؟ گیت؟ ما وای نامی ما گرگالی. همون جوره جهانگیرین که دوی موی جامعه به قسم پشه هوای؟ ما همو وای خودش کنی وای حالی کمتر کار داره. اگر یگون گپی گفتن داشته باشین ما دا بگین ما میگم شه. نه من کتی تو عموما گپ نمیزنم. اگر تو را ای پیش بینم دیلم به حضور میشود. چی؟ خیر دوای مایلا تام خای مانی تلفن تا بگی گفتگو جهانگیر جون اومد بگو. وای جیگره که من حول امایدش نم رو مرده. فقط راست بگو چی گفت؟ هیچی نه احوال پرسی کرده. بعد؟ با یک کمتر گپی بجا گفت. مرا چی میگفته او؟ هیچی همین فقط گفت هر وقتی تو را بینا دیلش بجا میشه. آخه گفت او باید مرا میگفت که من برای تو جان نمیتم. حالی به و دایه منو دینا ما چارنده بمانو. من ده اول همقلی دخترای بیره معقول نبود به ما چارنده پرتون. دف چون که بگی در چارنی پرتون شما. اینا جان زی بی چارنی دوری تمام اینا. اگر یکی مرا پرسن نفتای بگو در حقی تو کی خالی گپا را بگن گم شون که نبینیم شما. ها بابای چیکار کرده استی؟ همین زمین ملایم کنم. ما می خود دیا گپ داشتم نمیدونم بگم یا نگم. چی گپ داشته؟ همون رفیقت آمده همش را گفت. من شما را نقص فهمیدم. او نه ما یک گپی اللهی داشتم خود دا بابا. چی؟ خیلی گپی اللهی دا کنی گپ زن؟ اوخی وای کنی؟ چخه بگو ما گپ زن چخیل گپی اللهی دا وای بابای تو میدونی ما اگر 3 دیل می داشتم کو همو هر 3 شکو فقط برای خودت. او مایل اخی ما گفتم که اخی من یک گپ دارم تمام حال. جهانگیره یه صدقه آدم گریش تو مرا نادرست فهمیدی بابای جهان چی گفت؟ باید بیننه میگوید که اگر من 3 دیل میداشتم هر 3 دیلم را فدای تو میکردم میگوید. نخواه همین گپ را در روی من گویی. من به شما چند بار گفتم که به من گپی زیادتی نگویی. من مانند شما نیستم فهمو؟